کاله و سجاده پذیرفته است. فکر پاس برای متین آقا جانپور. متین آقا جانپوری که در بازی ملی فوق‌العاده بود تا وقت عادی بازی و کارو در آورد برای تیم ملی و بازی به تساوی کشوند، اما در نهایت نتیجه رو دادیم به قطری ها. و اینجا محمد جمشیدی، فرصت در اختیار محمد جمشیدی هست، صحبت میکنه با هم تیمیاش. بازی پستاپ میس مچه، پاس میده به متین، امتیازی از نزدیکای کورنر و کسی که دستش تو سه عجیب و غریب تنظیم و گرمه. سه بازیکنی که به لحاظ شرایط فنی به هم خیلی شباهت دارن. در زمین برای طبیعت فلوتری که وارد سبد میشه با دستانه ایوان بوما در تیم طبیعت. تیم طبیعت بعد از اینکه اقدام دوایت باکس وارد سبد شد، 1 دقیقه پایانی حرکت آرمان زنگنه و که گرفت و تبدیل امتیاز میکنه. 18-13 فرصت در اختیار کاله‌ای ها هست و سجاده پذیرفته. آقا جانپور اسکرین میذاره، از دبل تی میخواد عبور کنه، یارو مستقیم شهریان به سمت سبد و موفق متین آقا جانپور. تیم میهمان، تیم برتر میدان. آرمان زنگنه میاره به کورنر، محمد شهریان فیک از کورنر کوتاه و اقدامش میدرنج وارد سبد شد. دفاعش کردن، عجب دفاع تر و تمیز و بلاک خوشگلی و از تیم طبیعت دیدیم. پیش میافته طبیعت، خطایی که انجام شد. بازی تیمای پایشپات شاهرود و ذوبان اصفهان هم 68-62 با برتری پایشپات شاهرود به پایان رسید. وقت بعدیش هم تجربه کرد. ضد حمله طبیعتی ها سینا واحدی توپ از آرمان گرفت، خودش حرکت و لیابشو. دوایت باکس کراس اوور اسکرین میگیره، سجاده پذیرفته، فیک میاره به راست دوایت باکس، فیک بعدی ساید استپ، اقدام و ایمان نوبت دوایت باکسی که سه میزنه برای کنه پاس راه دور رو و اقدامی که اونجا بازی سه امتیازی چیکار کرد آرمان زنگنه و پذیرفته و میرفت که با دانک، اما فشار دفاعی پشیمونش میکنه. با سینا واحدی از رس پاسو میرسونه به بوما، 3 اوپن شات تونسته تبدیل به امتیاز کنه، قرار میگیره. اولیش رو وارد سبد کرد. نقاط حمله طبیعت مظفری، واحدی از رس، رسول مظفری از لیگ سمت چپ، باز برای امیرحسین رضایی‌فر، میدرنجش راحت هم اقدام کرد اما تمرکز لازم رو نداشت و ریباند دفاع رو جمشیدی جمع میکنه برای کاله. اسکرین رو ریجکت میکنه، پاس برای رضایی‌فر، مچابش با سینا واحدی، اونجا میس مچی که استفاده میکنه و این متین آقا جانپوری که مقابل دیگر ملی پوش حاضر در زمین، یعنی سینا واحدی امتیاز میگیره. ایوان نوبت سینا واحدیه و 3 امتیازی سینا واحدی، بازم خوشحالی معنادارش. امیرعلی قلیزاده که بی حاصل هست. متین آقا جانپور 3 امتیازی وارد سبد نمیشه، فرصتی که اونجا همچنان زنده باقی میمونه. امیرحسین رضایی‌فر و 3 از کورنر. نقاط حمله در اختیار تیم طبیعت و سینا واحدی، دور از دیار مستقیم، دومی هم همینطور، سرعت بسیار خوب. نقشه حمله چه خواهد بود؟ سه دافنسی که سنترا هم میان بیرون شوت میزنن و این کارو برای تیم کاله سخت میکنه. این بار با فلوتر اما موفق نبودن، ریباند ها موفق در دفاع کاله. از شوت های متین آقا جانپور خبری نیست، دفاعش کردن طبیعتی ها. پاس برای اعضای کادر فنی تیم طبیعت میفرسته دوایت باکس. اسلام شهریار خوشحال در طبقه بالا جایگاه تماشاگران تیم طبیعت رو دارن تشویق میکنن. مرسی، از ممنون از همکاری خوبم در واحد سیار که قشنگ صدا و تصویر با هم انقدر ما هماهنگیم، خدا شاهده. محمد جمشید در واقع رسول مظفری مقابلش محمد جمشیدی بود و ازش عبور کرد. پستای چند 10 متری دیگه. واقعا پر امتیاز، فوق العاده بود.
لیگ ما نیاز داره به این بازی جذاب و پر امتیاز که تماشاگران لذت ببرن. طبیعت ثانیه پایانی 3 امتیازیه که وایت باکس وارد سبد نشد. علی نصیری و 2 امتیازی که در این لحظات پایانی به دست میاره. دیگه کار تموم شده است و از کادر فنی و بازیکن دو تیم به سراغ